صبح 24 نوامبر سال 2023 جسد سوپیدین قنواتوف ساکن 42 ساله دهه ارتوش پنجکند را که در اوکراین کشته شد به وطن آوردند. جنازه این پدر 4 فرزند را برای دفن به زادگاهش ارتوش بردند و دوام روز 24 نوامبر به خاک سپاریدند. یکی از نزدیکان سوپیدین قنواتوف به رادیوی آزادی گفت که او شهروند روسیه داشت و 20 سال اخیر امرو با خانواده‌اش در روسیه کار و زندگی میکرد. سوپیدین قنواتوف پدر 4 فرزند بود و زمانی به روسیه رفتن تا زمان جلب شدنش به جنگ ضد اوکراین در روسیه به حیث سنتخنیک کار میکرده است. به گفته نزدیکانش سوپیدین قنواتوف یک گروه رزویچکای عبارت از 28 نفر را رهبری میکرد. او و دیگر اعضای گروهش روز 3 نوامبر سال 2023 در نتیجه حمله هواپیمای بی‌سرنشین یا درون در حدود ولایت خارکوف کشته شدند. در روزهای آخر این علاقه دومین مورد در اوکراین کشته شدن زادگان تاجیکستان است. نظرالله جنایدوف ساکن 43 ساله نویه عبدالرحمن جامی ولایت ختلون تاجیکستان که در روسیه تاکسی میراند و 4 ماه پیش با دعوتنامه از طریق کمیساریات حربی به صف ارتش روسیه جلب شده بود، روز 2 نوامبر سال 2023 در حدود ولایت دونیتسک یک جبهه اساسی جنگ روسیه به ضد اوکراین کشته شد. جسد او را علاقه به نزدیکانش در مسکو سپاریدند و خویشاوندانش حالا در پی تهیه سندها برای انتقال جسد او به تاجیکستان میباشند. روسیه 24 فوریه سال 2022 با بهانه گویا حمایت از اهالی روزبان دنباس به اوکراین حمله کرد. طی 21 ماه گذشته از آغاز این جنگ که مقامات روسیه آن را همچنان سرسختانه نه جنگ بلکه عملیات حربی مخصوص نام میبرند، از هر دو طرف 10,000 نفر کشته شده، تقریبا 5 میلیون آدم زخمی شدند. در بین کشته شدگان 10 تن از زادگان تاجیکستان نیز است که از طرف روسیه می جنگند. برخی آنها تاجیک‌هایند که در صف قوه‌های مسلح روسیه خدمت می‌کردند. برخیش مهاجران بودند که در عوض وعده معاش و امتیاز خوب و به آسانی به دست آوردن شهروندی روسیه با وزارت مدافع این کشور قرارداد بسته به جنگ رفتند. در اوکراین تا امروز بیش از 30 محبوس تاجیک کشته شدند. این محبوسان با وعده آزادی زودتر از محبس با چویکا واگنر و یا وزارت مدافع روسیه قرارداد امضا کرده به جنگ ضد اوکراین رفته بودند.